این بچه‌هایی که الان کنار من می‌بینید شیرازی‌های آفریقا هستن. خبر دارین ما شیرازی‌ها کجاهای دنیا رو گرفتیم؟ یکیشونو بگم تو آفریقاست. تو شرق آفریقا یه قوم معروف داریم به نام شیرازی. شیرازی‌های آفریقا. My name is Atman Ali. I'm Ashrazi. قصه امروز و دیروز نیست. قصه 1000 سال پیشه. زمان آل بویه که پایتختشون شیراز بوده، تو ایران خشکسالی میشه و یکی از شاهزاده های آل بویه که مادرش آفریقایی بوده 7 بچه‌شو برمی‌داره و میرن سمت آفریقا. میرن تا میرسن به یه جزیره خیلی قشنگ. میبینن سرسبز و آب و هواش هم خوبه، موندگار بشن. اسمش رو هم میگذارن زنگبار. زنگ یعنی سیاه و بار یعنی ساحل، یعنی ساحل سیاهان. شیرازی ها با اهالی بومی ازدواج میکنن و یه قوم بزرگ به نام شیرازی اونجا شکل میگیره. بعد از یه مدت هم یه حکومت اونجا را میندازن و تا چند صد سال حاکم شرق آفریقا بودن. تا قبل از اینکه استعمار اروپایی شکل بگیره، همین شیرازی ها کل محصولات آفریقا رو به ایران و هند و چین میبردن و یه تجارت گسترده داشتن. شیرازی ها تو زنگبار با مردم بومی خوب بودن و جزئی از اونا شدن، ولی فرهنگ ایرانی خودشون رو از یاد نبردن و رو زبان و معماری و فرهنگ اونجا خیلی اثر گذاشتن. هنوز هم آثاری اونجا وجود داره که ریشه فرهنگ ایرانی دارن. مراسمی شبیه نوروز دارن و زبان سواحیلی که زبان اصلی مردم شرق آفریقاست و تلفیقی از زبانهای فارسی و عربی و آفریقاییه. چند تا مسجد و حمام تاریخی هم اونجاست که با معماری ایرانی بنا شده و حتی اشعاری از سعدی روشون حک شده. در زنگبار خاطر من کار میکنند، هر صیقلی که آینه را تار میکنند. حالا زنگبار از پرگردشگرترین جزیره‌های دنیاست. شیرازی ها هم که به شیرازی بودن خودشون افتخار میکنن، اون رو جزئی از هویت تاریخی خودشون میدونن. Fadhili Ali kutoka Mkwira Mshirazi. یعنی چه؟ یعنی ایدیال دور خود دور بازه سرت گیج میره. گیج آوردن سر در میدان. محل بازی های المپیک شیرجه ماشین در آب. با آبتنی ماشین پذیرفته میشه. نمو باشو خوش خواب دست تو او سام و دنیا سیراویده خوش رفته تو. این چنه؟ لطفاً پشنگی نزنید. او پشنگی روی آب رو پیاده نزنید. پشنگی او روی آب پیاده ممنوع. یک نفر اینجا، یه نفر هم اینجا. این یه بوی بچکوه اذیت کرده، گوش گرفته. گوش بچکو گرفته، گفته این کار نکن، کار زشت انجام نده، کار